خب دوستای عزیز باز هم خوش آمدین. با می که در حدود 42 خانواده که از طرف بنیاد خیریه امید حیات البته در حدود 30 چمرغ که برای هر خانواده تقدیم کردن، به مو اساس دیگه ما هر روز میریم و سروی میکنیم ببینیم که اول از چمرغ‌ها بگیریم و ببینیم که در چی وضعیت هستن و خودی خانواده خوشنودی خانواده از چی است و چی گفتنی ها دارن. سلام خدمت شما، خوب هستین برادر؟ تشکر. اسمم محمد اکرم است، یکی از باشنده های بادامباغ. اکرم جان چطور است چمرغ‌ها، وضعیتشون چطور است؟ چی کارا کردین؟ آیا راضی هستین و پلانایتان در آینده با چمرغ‌ها چی است؟ چی میخواین که با چمرغ‌ها بالاخره آخر که روز به روز اینا کلان میشن چی پلانا دارین امروز؟ دیگه از بنیاد خیریه امید حیات تشکری میکنیم. در حدود 30 دانه برای ما آورده است. انشالله یه از یا دیگه پرستاری میکنیم، دانه میدیمشون، آبشون میدیم، دیگه خانهشون پاکوری میکنیم همیشه، یکی صبح یکی بیگا بازی‌ها را دیگه صحیح نگهداری میکنیم. دانه آورده براشون یک بوجی. انشالله دیگه در آینده یک امیدواری است که از یا کلان شه یک تخم بگیریم، دیگه در آینده این تخم‌ها زیر با فروش برسانیم. دیگه این کار است دیگه. تشکر. خودتان پیش از چی کار میکردیم؟ مسئول چی کاربار بودین؟ دیگه مسئول سابقه دیگه مسئول های چیزا کارهای دولتی بودم، می گارد بودیم دیگه بودیم. مال فعلا تقریبا 1 سال میشه در خانه هستیم دیگه، بیکاری است. باز یک پیشنهاد کردیم برای مسئول امید حیات که این مرغا رو برای ما آورد دیگه، از این ان شاء الله یک برآورداری میکنیم. هزار سپاس میکنیم از بنیاد امید حیات که با خانواده‌ای که واقعا نیازمند هستند و کار بکنه که حداقل به مرور زبان و خانواده خود نفقه فامیل خود از این طریق بتونن که یک کار کرده بتونن. خب شما چطور است حالا اگر قرار باشه که امی چمرغ‌ها بخیر سرایت بیه و البته تخم گذاری گپا بکنن و تخم بتن، آیا میشه که روزمره خانواده شما را از این طریق که کمک همکاری بکنن یا خیر؟ چرا نه، تخمش به فروش رسانده میشه و دیگه از این چوچگیری ها میشه دیگه. در آینده خود از امید داریم دیگه، خدا مهربان است. ما خدمت خدا میکنیم. بیا پناه به خدا. هزار سپاس از شما. تشکر قربان شما. خب دوستای عزیز و قسمی که شما در تصمیم نام خدا روز به روز همی هر جایی که ما میریم به سروی و میبینیم چمرغ‌ها نسبت به روزهای اول که ما برای دوستایی که اهدا کردن البته از بنیاد خیریه امید حیات روز به روز نام خدا چمرغ‌ها رو وقتی میبینیم آدم خب کلان شده و بعضی از خانواده خوب البته ازشون پرستاری خوب میکنن. به هر صورت باز هم ما را همراهی بکنین و در خانه‌هایی که ما تقسیم کردیم البته امی چمرغ‌هایی را که تقسیمشون کردیم به مرور زمان هر روزه میریم سروی میکنیم و ببینیم که دوستای دیگه چیکارا کردن و امیدوارم که تا لحظات اخیر ما را همراهی بکنین. ولی فعلا خدا نگهدار همه شما و همچنین سابسکرایب دکمه زنگوله یادتان نره ما را حمایت بکنین تا باشه که برنامه خوب و مقبول تقدیم شما بکنیم. خدا نگهدار. بدرود.